همشهری عزیز سبزوار خدا قوت محل مرکز اجباری ماده 16 ما در نظر داریم به جهت اینی که بعد از خروج بچه‌هامون از مرکز یکی از دلایل اصلی برگشت و سوقی که پیدا میکنن به سمت مواد مخدر یک بخشش به غیر از توجیه و بهانات یک بخش عظیمش روی بیکاری و اشتغالیه که بچه‌ها معمولا دارن و متاسفانه خب یک مقداری بدباوری نسبت بهشون هستش، یک مقداری مثلا سخت‌تر شده. از دوستان عزیز خواهشمندم کسانی که در سبزوار، در حومه سبزوار، هر جایی از شهرها نیروی کاری میخوان که مثلا نیازمند نیرو هستن برای کار کردن، با شماره من که توی پیج میذارم تماس بگیرن و برنامه‌شو هماهنگ کنیم، بیان از نزدیک ببینن بچه‌ها رو، ما بهشون وصل کنیم و امید به خدا اینا وصل بشن به بیرون برای دنیای کار. و هر کسی هر نوع اشتغالی داشت انشالله امید به خدا توافق کنن و ببرن سر کار. معمولا ما الان توی بچه‌ها جوشکار زیاد داریم، مثلا تعداد جوشکار داریم، نونوا، آرماتوربند داریم، خیاط داریم، خیاط داریم، بنا داریم، مثلا در و پنجره جوشکار داریم، نقاش داریم، نقاش ساختمون داریم، بعد آشپز داریم دیگه، مکانیک ماشین سبک سنگین داریم، بعد کاشیکار داریم، نصاب آسانسور، مغنی، چا داریم دیگه و آخرا رنگکاری معمولا اگه که بیشتر شغلا رو داریم. شماره پیچ هم میذارم، من آمادگی اینو دارم که این بچه ها انشالله امید به خدا معمارم داریم. بعد از این که این اتفاق افتاد توی درمان خواستن خارج بشن، ما به همشهریان، به اونایی که نیازمند نیرو هستن وصل کنن، توافق کنن و اینا رو ببرن سر کار. ما منتظر حمایت شما هستیم، گرچه که بچه های ما بالاخره با اینال اشتباهی اگر بوده سر مصرف مواد مخدر فعلا توی درمان هستن و انشالله که امروز که خوبن فردا هم خوب باشن، بتونن یک سر سامونی با کمک شما براشون انجام بشه. مرسی و متشکرم.